گلمراد حلیموف سردار گروه تعیینات مخصوصی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ماه اپریل سال 2015 در این نوار پیدا شد و پیوستن خود را به گروه دولت اسلامی اعلان کرد. حلیموف در روسیه و آمریکا شیوه مبارزه با گروه‌های تروریستی را آموخته است. 24 سال کار کنی و همه وقت کاری کرد. آردین هم نه دولت بغضی آردین هم خانواده هم آردین. او در عملیات رشت و خروق در سالهای 2009 و 2012 اشتراک نموده صاحب جایزه گشته است. گلمراد حلیموف سال 1975 در دهه دره فانی ناحیه ورزاب به دنیا آمده است. بعد پیوستنش به دولت اسلامی مقامات تاجیک حلیموف را به خیانت عیبدار نموده از طریق اینترپول او را تحت تعقیب قرار دادند. از جهت روحی روانی با مقامات درست نآمد. بعضا حالتها بود چندین مراتب بود که از ایراد گرفتیم، چندین مراتب سنجش کردیم. خودی او حس میکرد که عاقبتش به خوبی نمیارد، ما اون را از مقامات ممکن آزاد میکنیم. تخمینا مکانی جایگیر شوی او را شهر موسول عراق میگفتند. بعد 2 ماه فرارش اطلاع پیدا شد که در پی حمله هواپیماهای آمریکایی مجروح شده است. ماه اپریل امسال نشریه تایمز از قول مقامات عراق گفت که گلمراد حلیموف کشته شده است. ایالات متحده آمریکا روز 30 آگوست سال 2016 گفت برای یافتن محل بدوباش پلکاونیک فراری تاجیک گلمراد حلیموف 3 میلیون دلار می‌دهد. بعد اعلان جایزه گلمراد دیگر در نوارهای تبلیغاتی پیدا نشد. ماه ایول شهر موسول عراق که مکانی بدوباش پلکاونیک فراری تاجیک گلمراد حلیموف دانسته میشد از دست گروه تروریستی داعش آزاد گردید. اول ماه آگوست در صحیفه مربوط به جنگیان تاجیک سازمان ممنوع داعش گفته شد که گلمراد حلیموف زنده است. اکنون باز درباره مرگ او گزارش می رسد که در حمله هوایی نیروهای هوایی روسیه در شهر دیر الزور کشته شده است. خبری که بارها تکرار شده است.